سلام دوستان، حالتون چطور؟ من فاطمه هستم و به کانال خودتون خوش اومدید. بچه‌ها امروز هم آموزش وسایل سیاه قلم رو داریم. امروز اومدم که با وسایل سیاه قلم آشناتون کنم. بچه‌ها ساب، لایک و کامنت هم یادتون نره. خب بچه‌ها، اولین چیزی که من دارم بهتون معرفی میکنم قلم‌های زبره که ما مارک‌های خیلی زیادی داریم که شما با هر کدوم از مارک‌ها که راحت‌تر میتونید کار کنید. و بعدی هم برش آرایشی. بچه‌ها توی سیاه قلم از برش آرایشی هم استفاده میشه که هر چقدر موهای برش آرایشی نرمتر باشه بهتر اون برش. و بعد هم پاکن. بچه‌ها ما 5-6 نوع پاکن داریم که من الان 3 نوعشو بهتون معرفی کردم: پاکن برقی، پاکن اتودی و پاکن فرچه. این که الان دست منه پاکن اتودیه و اینا پاکن برقی هستن و اینم یدک پاکن اتودیه و اینم پاکن فرچه‌ایه. و بعدی هم کنته. بچه ما مثل هم قلموی زبرمون مارکای بسیار از کنته داریم: کنته ماریس، کنته فابرکاسل، کنته پاریس، کنته امکیو. بچه من از کنته ماریس و فابرکاسل استفاده میکنم. و بعدی هم کاتر برای تیز کردن کنته هامون. بچه کنته فابرکاسل بهترین مارک کنته است و محو کن که محو کن فرقی نداره مارکش چی باشه. و بعدی هم پودر زغال که بچه‌ها من پودر زغالای زیادی رو تست کردم و به نظر پودر زغال ویونا از همشون بهتر بود. بچه‌ها می‌دونیم که باهاش یه سایه بسیار زیبا بزنیم و سایه خوبی بهمون میده، پودر خوبیه. و بعدی هم چسب کاغذی که از هم مهمتره. چسبمون بچه‌ها من از چسب 2 سانتی استفاده میکنم. 5 سانتی هم داریم که به نظر من 2 سانتی سایز بهتری. و بعدی مهمترین چیزی که مقوا. بچه باید از مقوای گرانباله استفاده کنیم که به نظر من بهترین مقوای الره. خدا نگهدار.